همین الان اگه گالری گوشیتو باز کنی مطمئنم یه ویدیو داری که نورهای اطرافت دارن چشمک میزنن. این اتفاق توی فیلمبرداری خیلی تکرار میشه و اسمش فیلیکر. دلیل اصلی ایجاد فیلیکر عدم تطابق سرعت شاتر با نوسان نور محیطه. ما کلا 2 تا دونه استاندارد برق توی دنیا داریم. استاندارد 60 هرتز که توی کشورهای مثل آمریکا، کانادا و قسمت‌هایی از ژاپن استفاده میشه و استاندارد برق 50 هرتز که توی کشورهای اروپایی، خاورمیانه و ایران خودمون داره استفاده میشه. زمانی که شما میخواید با نرخ 60 فریم بر ثانیه فیلم برداری کنید، در صورتی که نور محیط هر ثانیه 50 بار داره نوسان انجام میده، این باعث میشه که تصویر شما فیلیکر داشته باشه. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که به جای استفاده از 60 فریم بر ثانیه از 50 فریم یا 25 فریم بر ثانیه استفاده کنید. اگر از دوربینای حرفه‌ای استفاده می‌کنید، بهتره که سرعت شاترتون رو بین 100 تا 120 نگه دارید. اگر هم از موبایل برای ویدیوگرافی استفاده می‌کنید، حتما کپشن رو بخونید.